به نظرتون کدوم آیفون دست دوم واقعا ارزش خرید داره و کدومش فقط یه دردسر اضافیه؟ تو خرید آیفون دست دوم باید خیلی حواست جمع باشه، پر از پیچ و خم و سورپرایزه. پس چند دقیقه بمون و کل پولتو نجات بده. پس لایک و شیر و سابسکرایب یادتون نره، بزن بریم. اول بگم کدوم نخرید، بعدش بهت میگم چه بخری که پولتو رو دور نریزی. مهمترین نکتهش اپدیت iOS. پس آیفون 11 و پایینتری رو ویل کنید، دیگه اپدیتشون تمام شده و دردسرش زیادیه. و نکته دوم پارت نمبر و فرق نسخه هاست. یه نکته عملی که خیلی رعایت نمی کنن پارت نمبره. داخل کشورمون ZTE معمولا بی دردسره، یعنی احتمال برخورد با مشکلات سخت افزاری یا رجیستری کمتره. حتما شماره مدل رو ببینید تو بخش سیتینگ جنرال و ابوت و پارت نمبر رو بررسی کنید. در مورد نسخه هم یادتون باشه فرق بین نسخه های معمولی و پرو معمولا یعنی نمایشگر بهتر، ابعاد و باتری بیشتر، دوربین های قدرتمندتر و امکاناتی که تولید محتوا رو راحت‌تر میکنه. خب اول سری 11. از 11 تا 11 پرو مکس آخرین اپدیت هایشون رو گرفتن، ولی من بهتون پیشنهاد خرید نمیدم. اگر مجبورید تو بازار قیمتیش برید، فقط و فقط آیفون 11 پرو مکس رو بگیرید. چرا؟ چون نمایشگر بزرگتر و بهتر، دوربین بهتر و باتری حجمتر داره. مدل پای آیفون 11 نمایشگر LCD داره و الان کیفیتش اصلا مطلوب تولید محتوا یا تجربه امروزی نیست. یه حسنش هست شارژ وایرلس داره اما مکسف نداره. پس اگر دنبال اکسسوری جدید هستید گزینه خوبی نیست. و سری آیفون 12 چه توصیه میکنم؟ آیفون های سری 12 تا 12 پرو مکس تقریبا فقط یک سال دیگه اپدیت رسمی میگیرن، یعنی تا iOS 27. نمایشگراشون همگی کیفیت خوبی دارن، اولید تو بیشترشونه، اما من باز هم پیشنهاد خرید نمیدم مگر اینکه قیمت مناسب و تضمین رجیستری باشه. فرق اصلی پرو اینه که تلفوتو و بعضی سنسورهای اضافی داره و لیدرا تو پرو است، ولی برای 99% کاربرا لیدر عملا اضافه کاریه و به دردشون نمیخوره. و سری آیفون 13 و شفتگی بازار. سری 13 هنوز تو بازار است، هم نو هم دست دو، ولی با احتیاط بخرید. به طور رسمی حدود 2 سال اپدیت داره. مشکل بزرگش اینه که وقتی آیفون های جدید تحریم و رجیستری تو ایران شد، بازار اینم پر از دستگاه های رفرش، ریپاک، کاور چنج و مدل های مختلف شد که از جاهای مختلف جهان جمع شدن و تو کشور اومدن. یعنی احتمال کلاهبرداری یا دستگاهایی که دستکاری شده بالا رفت. پس حتما ایمیل و سابقه رجیستری پارت نمبر رو کامل چک کنید. و نکته مهم مدل نمبر. یه ضربه کلیدی که تو خرید آیفون 13 دقت کنید. شماره مدل با حرف M شروع بشه. M یعنی دستگاه سالم و مسیر قانونی وارد شده. اگه با F شروع بشه یعنی تعمیر کارخانه‌ای داشته و یک بار برگشته کارخانه برای تعمیر، ارزش خریدش کمتره. خلاصه M امتره، F باید با احتیاط خرید. آیفون 14 تا 14 پرو مکس حدود 3 سال اپدیت میگیره. من از 14 پرو به بالا رو پیشنهاد میکنم، اما حواستون باشه وقتی رجیستری این نسل باز شد یه باگ تو سامانه همتا بود که بعضی رجیستری ها با مبلغ عجیب ثبت شدن و بعداً حذف شدن. پس همیشه رسید و سند رجیستری و مبلغ ثبت شده رو بررسی کنید که پشت پرده چیزی نباشه. و چرا پرو ارزش داره؟ 14 پرو با سنسور 48 مگاپیکسلی واقعا برای تولید محتوا خوبه. کیفیت عکس و کراپ های سنگین رو بهتر تحمل میکنه. از این نسل بعد تقسیم وظایف بین نسخه استاندارد و پرو واضح تر شد. پرو نمایشگر بهتر و گاهی نرخ تازه سازی بالاتر، دوربین قوی تر و امکانات حرفه‌ای تر داره. همچنین کلید سایلنت تبدیل به اکشن باتن شد. قابلیت مفید ولی برای اکثر کاربران نه حیاتی. سری آیفون 15. آیفون 15 تا 15 پرو مکس حدود 4 سال اپدیت میگیره و همه مدل هاش به نظر من گزینه قابل خریدن، مخصوصا اگر تولید محتوا میکنید. عملکرد و دوربین هاش عالیه،
اما باز تاکید میکنم سند رجیستری و فاکتور رو چک کنید تا بعدا مشکل پیش نیاد. سری آیفون 16 و 17 بهترین ها برای دست دوم است. سری 16 تا 5 سال اپدیت میگیره و تو بازار دست دومش نسبتا پیدا میشه. مخصوصا گزینه‌های خوب برای تولید محتوا. درباره سری 17 به نظرم بهترین آیفونه که الان ارزش خرید دست دوم داره آیفون 17 استاندارده. بله قیمتش بالاتره ولی کاملتره. چیپست بین استاندارد و پرو تقریبا یکی شده. دوربین سلفی بهتر شده و هر دو دوربین پشت 48 مگاپیکسلی شدن. یعنی برای کارهای روزمره و محتوای حرفه‌ای مناسب واقعی است که من قبلا هم یه ویدیو درباره‌شون ساختم، آیفون 17 استاندارد با آیفون 17 پرو، که بعد از این ویدیو حتما اونم ببینید، خیلی مفید است. و جمع بندی نهایی خلاصش اینه: بازار آیفون دست دوم تو کشور پر از دردسر و پیچ و خمه، ولی با رعایت چند تا قانون ساده می توانید کل ریسک رو کم کنید. اول، آیفون 11 و پایینتر نگیرید، اپدیتش تمام شده. دو، پارت نمبر ZA بی دردسرتره، همیشه چک کنید. و تو سری 13 دنبال مدل نمبر M باشید. F یعنی تعمیر شده کارخونه. و همیشه ایمیل و وضعیت رجیستری و رسید پرداختی که بابت رجیستری شده رو ببینید. و اگر تولید محتوا می کنید 14 پرو به بالا یا 16 یا 17 رو جدی بگیرید. و امیدوارم این ویدیو کمک کرده باشه که خرید آیفون تو کشور خیلی دردسر داره، اما با چکلیست درست میشه. و اگر سوالی بود زیرش کامنت بذارید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.